اندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا در پی سوءقصد و بر اثر شدت جراحات کشته شد. آقای کارلوف در زمان بازدید از یک گالری هنری و در حالی که سخنرانی می‌کرد هدف گلوله قرار گرفت. پلیس ترکیه میگوید فرد مهاجم شناسایی شده و یک جوان 22 ساله به نام مرت آلتینتاش است که از سال 2014 میلادی به عضویت پلیس ترکیه درآمده است. فرد مهاجم که در جریان حمله پلیس کشته شده در زمان حمله فریاد الله اکبر سر داده و گفته این اقدام را برای سوریه و حلب انجام می‌دهد. مقام‌های روسیه این را یک اقدام تروریستی نامیدند و اعلام کردند که عامل آن اسلامگرایان افراطی بودند. وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه این اقدام را یک حمله تروریستی نامیده و آن را محکوم کرد. شهردار آنکارا نیز در واکنش این را اقدامی جهت تخریب روابط میان ترکیه و روسیه عنوان کرده است. گزارش‌ها از گفتگوی تلفنی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حکایت دارد. همزمان منابع خبری روسیه میگویند با وجود سوءقصد به جان سفیر این کشور، اجلاس سه‌جانبه میان وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز سه‌شنبه در مسکو برگزار خواهد شد.